مخاطبین عزیز سلام. همونجوری که در تیتر برنامه هم دیدید، امروز قصد داریم که پس از مدت‌ها مصاحبه جنجالی من با وحید خزایی رو برای شما پخش بکنیم. مصاحبه‌ای که پر از حاشیه و جنجال و درد و دلها و حرف‌های به اصطلاح باحال وحید خزایی بود که یک مصاحبه چند قسمتی شده که امروز تصمیم داریم که قسمت اول این مصاحبه رو برای شما پخش بکنیم و حتما کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب بکنید که بتونید در روزهای آینده قسمت‌های بعدی رو هم ببینید. سعی کردیم سوالاتی رو از وحید خزایی در این مستند بپرسیم که سوالات عموم مردم بوده و توی شبکه‌های مختلف مجازی مطرح شده بود و ما به استانبول رفتیم در کشور ترکیه به همراه تیم تصویربرداری و به محل زندگی وحید خزایی رفتیم و اونجا یک مصاحبه تقریباً با حال عجیب و غریب رو ازش گرفتیم که از شما دعوت میکنیم که قسمت اول این مصاحبه رو ببینید. آقای بهت خسته نباشید میگم. توی این 3-4 سال گذشته فکر کنم پر از حاشیه بودی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید قارقی هستم، ملقب به خزایی، چون فامیل مامانم خزایی بوده. چرا خزایی انتخاب کردی؟ بخاطر اینکه مامانت بوده دیگه. بذار ما سلام خدمت شما عرض کنیم. اول مثلا سلام آقای فردین، ممنون که این افتخار بنده دادین که بتونم باهاتون مصاحبه داشته باشم. سپاسگزارم. دیگه اولش خودت گفتم خواستم بپرسم چرا اسم فامیل خودت انتخاب نکردی وحید قارقی؟ چون تو مدرسه بهم گفتن وحید قارقی، قایق موتوری، فامیل مامانم خزایی بود. اومدیم چشش درست ابریش درست کنیم زدیم چشم کور کردیم میگم وحید خزایی. متولد 1362 با شماره شناسنامه 62؟ آره. خودتی به خدا. من 64م. شناسنامه همیشه 6/5/1364. شماره شناسنامه هم 3914. بله. بارها شناسنامه همه چیمو استوری کردم، همه میدونم. 2382 44 شماره کارت 331 گمش کردم. خیلی خوب. میخوام مصاحبه استوری کردم. خیلی همه میدونم. میخوام اول مصاحبه با این ویدیو شروع کنم. آماده ای؟ آره. بسم الله الرحمن الرحیم. من گوشیم گم شده. عزیزم 3 روزه عزیزم چقدر به پلیس فتا شکایت کردم. خدا چقدر سر 4 تا عکس 4 سال من ریختی بودم. یه سری عکسایی من ریختی بودم با یه سری متن من دارم میبینم توی گروه‌های الان. که گفتن خودم پخش خب چرا اینطوری شدی؟ یه جوری صفر سر 4 تا عکس 4 تا عکس. 40 تا عکس. خب چرا عکس میگرفتی؟ این واقعا یه سوالی که هیچ وقت پاسخ درست روش نداری. من همین الان گوشیتو بردار مردونه نشون بدینم چند تا عکس به دوست دختر داری تو گوشی. با عکس ندارم. خدای ان عکس خدا ندارم. نشون بده. بشینم کل گالریمو نشون نه همین الان نشون آخه بده یه عکس دونه داره. دو تا هر کسی عکس خصوصی داره. هر کسی عکس خصوصی داره. چه عکسی؟ ما انسانایی هستیم که گاویم، حس نداریم. همون لحظه میخوایم رد شیم بریم هیچ عکس خاطره نداشته باشیم با هم. خب عکس میگیریم عکس دیگه. خب بعدش چرا گفتی دختر خاله و دختر؟ خب به خاطر اینکه بگم چی بودم، بگم دوست من به عنوان دفاع کنم. ازتون خواهش میکنم، میگم عکس‌ها فامیلی بوده. عکس خواهر من اون تو، عکس زنداداشم، دختر خاله هام، دختر عمم، اینا همه اون توه. دارید به سوء استفاده خیلی بد میکنید شما و مطمئن باشید تا آخرش هم دنبالش هستم و پیگیری 100% میکنم. ازتون عاجزانه میخوام هر جا این عکس‌ها رو دیدید، تو هر گروهی شما دیدید، محبت کنید، پخش نکنید، جلوشو بگیرید و مطمئن باشید با استوانیش هم پیدا میکنم. چون من خیلی 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 سخت پیگیرم، خیلی سخت. با زندگی ماها 3 روز دارید بازی میکنید. من 3 روز خدا شاده شاید 2 وعده غذا خوردم. 3 روز جنگ اعصاب واسه من و واسه این اقوام، فامیل، این دوستان هم پیش اومده و نمیگذرم، از هیچ کدوم نمیگذرم کسی که این عکس‌ها رو بخواد پخش کنه و مطمئن باشید پیدا میکنید. در حال پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چیز هست. ممنون از همتون. بگم خانوادگی بودن، بگم چی بودن؟ شما من بگم چی بود؟ خب بعد این ویدیو اون ویدیو خب ویدیویی بود که خب تو اون من شب خوابیدم صبح بلند شدم گوشی اینجوری میره بالا میره پایین، میره بالا میره پایین، میره بالا میره پایین. همه بهم زنگ میزنن، همه جا از عکس از تهران میرفت لس آنجلس مکزیک، هر ایرانی تو کل دنیا بود اینجوری عکس من شیر بشه. چیکار کردن؟ هیچی. تو داره همین عکسم پخش شد. الان آقای فردین شما این اینستاگرام ایران رو ببین،
عکسای من حکم فاطمه زهرا و حضرت علی رو داره بغل این، فقط مونده سکسش رو بذارن تو مجازی الان. اینو میتونم آقا اینو نه غیر از اینه. آره دیگه فکر کنم بدشانسی آوردی دیگه. بدشانسی نه من بعد. ولی یه چیزی هم بگم اگه اون اتفاق نمیافتاد الان وحید خزایی، من بعد از 4 سال الان راضیم وحید خزایی ام. پشیمون نیستی؟ الان راضیم. جنگیدم، منفور ایران اومدم بیرون بدون پاسپورت بدون هیچ 13 ساعت تو کو. از بدشانسی من اونجا که اومدم تو کویت ویدیو گفتم با خردل رفته اون اسب 500 داده بود. چه گرفتم گفتم اینو حتما باید تو مصاحبه خیلی مهمه آخه من با خردل رفتم یا با اسب. چند 15 ساعت تو راه با اسب 3 ساعت بودم ولی بقیه‌اش با خر بودی. 13 ساعت از تو کوه اینجوری میرفتیم اونجوری کوه بازرگان. بعد اومدی ترکیه پناهنده شدی یا موندی چجوری؟ اون ترکیه یه 3 هفته استانبول بودم. بعد دوستان بهم پیشنهاد کردن برو آنکارا پناهنده شو. رفتم پناهنده شدم فرستادم دنیزلی. 3 ماه دنیزلی بودم. بعد یکی از همین هنرپیشه‌های قبل کشور که سر عکس مطمئن هنرپیشه با آقای خوب اوکی کی؟ دیگه نمیتونم اسمشو بگم. دوستمه به من دایرکت داد به هوایی اومدم استانبول عزیز. بعد یه هفته دیگه اصلا پناهندگی هم نه فقط امضا بزنم. در رشتم یه پاسپورت گرفتم 2 تقلبی. یاد زندان افتادم. آره بخاطر ترکیه. آره ببین من چه دری کشیدم سر عکسام هم. حالا در هنوزم پاسپورت ندارم. سر اون 4 تا عکس من همچنان پاسپورت ندارم. اینجا هم سر پاسپورت داشتن که بخوام برم خونه اجاره کنم زندگی کنم. باز ایرانی‌ها همسایه‌ام تو برج دیوانه ترکیه استانبول بومونتی که الان چه خاطرات بدی همین. بعد چی شد دیگه؟ همسایه‌ام فروختن آقا این پاسپورتش قلابیه. امنیت ترکیه ما در خونه چرا پاسپورت قلابیه باهاش خونه گرفتی؟ 80 روز من از این بچه‌م پسرم لو دور کردم من رفتم زندان. سر بازم 4 تا عکس. ما یکم برگردیم عقب‌تر. چقدر عقب‌تر؟ یه وقت خب بذار اینجا بس. اون چی شد یه به سر ازت کلیپ بذاری و برقصی؟ آفرین. چون من عکسایی که پخش نکرده بودم قبل از اینکه بخوام کلیپ بذارم به لطف مردم و پلیس فتا خیلی زیاد میشناختن دیگه. درسته؟ عجیب برات دیگه مثلا بعد قبل از اینکه اصلا بیام تو مجازی هم تو برنامه شوک بودم با شاهین صمدپور عزیز. و روزی که اومدم استانبول فرداش تو برنامه ماه حسن احسان علیخانی دعوت بودم. همون روز خود ویدیوش از احسان علیخانی. یه دوستی هم قرار بود دعوت کنیم اینجا نمیدونم الان خبرش راسته یا نه همین ویدیوش هست که اون شایان آوردن نکره. آره. میرفتم تو ماه حسن. من میرفتم تو ماه حسن گوشی. اصلا جرمم شد چیزی نبود اون صورت. میرفتم تو ماه حسن بخشیده میشدم. از سمت کی من باید بخشیده میشدم وقتی من عکس پخش نکردم؟ مردم عکسای منو پخش کردن. ولی تو گرفتی. من گرفتم واسه خودم گرفتم. گوشی من کو الان؟ من به خاک آقام به جون مادرم یه دونه از اون عکس‌ها رو من پخش. همه میدونن دیگه. حالا خدا رو شکر بحثش گفتم الان از این وحید خزرازی مثلا حسین آدم اینقدر بخوام از خودم توضیح بدم. کارگر ساده بود. من یه کارگر ساده ام که اصلا حال ندارم برم سر کار. چجوری پول در میاری؟ شباتو میخوام برم دزدی. ما با پدرم از ما هر وقت ما کس و کار داریم اول. نه شغل پیران چی بود؟ جان شغل پیران چی بود؟ من داداشم باشگاه بدنسازی داره. بابام یه کارگر ساده بود که از 6 صبح میاد سر کار تا 4 و نیم بعد از ظهر هر روز. خدا بیامرزش رفتگان شما. و یه سرمایه واسه ما جمع کرد. داداشم باشگاه زد، خواهرم لیسانس مدیریت داره و دکتر دندون پزشکی. من 2 سال ازدواج کردم، من 4 سال اصلا ندیدمش توی تلفن. اصلا باشون صحبت نمی‌کنی؟ چرا باید صحبت کنم؟ برادرم تردم کردم. چرا؟ سر اون همون عکس. سر فوشایی که مردم نمیدونن. اصلا باشون هیچ ارتباطی نداره. با مامانم چرا؟ ولی به خواهرم من خودم ولش کن.
الان بخوای یه جمله به خواهرتون رو بگی. ایشالا که همیشه خوش هم سختی من نکشیده، ایشالا هر لحظه از زندگیش پر از خوشبختی و قشنگی خدا باشه و قطعا هست، چون خواهر منو میدونم کیه. ایران زندگی میکنم. بله ایران زندگی میکنه ولی با همسرش میرن این ور اون ور، آمستردام خونه داره، همه جا میرن. آره شنیده بودم، هلندش رو شنیده بودم. آره همسرش اصفهانیه، استاد دانشگاهش بوده، این فیلم ستاره شهر بود آخرین اسم. این واقعیش موقع. خب برسیم به یه جایی که من با شما مشکل پیدا کردم. نمیشناختی و به هم میخورد این حرفا. دختر هر روز پیشم بود، سر دختر عکس‌ها پخش شده بود. من اینو بعد میدونی چی میگم، پلیس فتی من خود به هم میخورد این حرفا. خب چرا ولی از دید چرا پاسخ نمیدادی؟ من آخه باید به خدا پاسخ بدم، مگه من به کی باید پاسخ بدم؟ پس چرا الان داری به من پاسخ میدی؟ نه خواستم حلالت کنم یه بار. میرسیم جلوتر، بحث سایت شرط بندی داشتم میگفتم که خب اولش سایت شرط بندی تبلیغ کردی، آره بعد دعوا اصلا کردی. دزدیدم. نه من 2 تا سایت داشتم، اومدم استانبول. خب یعنی چی ازت دزدیدن؟ آفرین. اومدم استانبول خیلی خوب زندگی میکردم اینا، یه دزدی رو دیدم تو آرایشگاه بلند شد واسم نشست و بلند شد و استمیرم ماشین گفت شب ما ماشینم نمیریم دور بزنیم، گفتم نه تو بیا، با هم تو کوکم زدیم، دعوتش کردم تو خونه، یعنی از پول خودم. اصلا یه سایت زدیم فقط پوکر بود. چیز نه این چی تاس میزن؟ تخته فقط تخته. اون موقع کی بود بورس؟ من همیشه خدا رو شکر تو بورس بودم، نبودم هم تو مجازی رو بورس بودم. خب اون موقع بعد از ببین رسید 16000 تا یوزر، گفت سایتو فتا زده. سایتو اصلا فتا نمیتونه بزنه، دومینو میتونه بزنه، یعنی فیلتر کنه عوض کنه. دومین درست. دومین من سواد شما ندارم، اول دبیرستان 2 سال توش موندم و دیگه درس نخوندم. بعد من باور کردم چون باش رفیق بودم. بعد از 1 سال فهمیدم یوزرهای زیاد شد، پول زیاد دیدم، من دزدید. اون سایت هم مردم لطفی نمیزد چون فقط تخته بود، بازی میکردن. بس اون دزدی نبود اولین سایت. یه سال اولین سایت هم دزدی نبود. بحثی که راجع به همین تخته هست. آره. خب میخوام برات باز بکنم که اصلا تخته چجوری میتونه کلاهبرداری بکنه. من نمیدونستم که اون الان ولی به توضیح خدا بدم. تو دایرکت نه کامنت نه دایرکت. الان توضیح الان بدم تخته‌های برای بی- که جا بیفته که تخته چجوری میتونه کلاهبرداری. من الان تو این سایت هم اصلا تختم ندارم. حالا میگم چجوریه. اصلا بازی هایی که کلا فقط پیش‌بینیه. بازی های کازینویی چجوری نداره. کلاهبرداری میکنن. شما وارد کازینو وارد سایت میشی، شرط بندی میکنی، مثلا 50000 تومان با یه اونایی که ضریبه سایت های ایرانی ضریبی که اصلا اونی که اصلا همش دزدیه. آره میخوام به اون نفر انفجار آقا اینم که دارم بهت میگم همینه دیگه، یه حالت انفجار دستو میذاری همش برنامه نویسی شده است. خب عرض میکنم دیگه 96% صاحب سایت 4% مردم اون 4% هم تو طراحی شده رو 100,000 تومان 1,000,000 تومان بار اول ببری میبری فیشینگ میشی و خالی میشی میبازی. خب الان بحث همین بود دیگه، بحث این بودش که اون تخته هم که شما بازی میکردید اگر توش برای صاحب سایت سود نداشت هیچ وقت نمیزد، عاشق چش ابر مردم همون- بود که آره. بخواد پول بده به مردم. من تازه اومده بودم ترکیه، هیچی از سایت شرط بندی نمیدونستم، فقط هم گفت تخته است و نه دایرکت بدی داشتم وقتی خودم تبلیغشو میکردم نه کامنتی و خیلی هم مردم استقبال کردن از اون تخته قطعا شاید مردم نمیدونستن و خیلی هم پول میبردم به خودم. واقعا من رفیقای خودم واسه تست فرستاده بودم توشون بازی کردم. اینقدر بی قابل نیستیم، قابل هستیم نه الان میگم که خب خیلی خوب. اگر این اینستاگرام بسته بشه کلا چیکار کنی؟ مگه یه سال نداشتم چیکار میکردم؟ میزدی پیج میبستم. میبستم چیکار میکردم؟ خودم خورای غذا جا کجا بودم اینا رو دیدی داشتم راحت بی دردسر زندگی، کوکائین رو ترک کردم، اقدام مهاجرت کردم، هوایی که نمیتونستم برم زمینی هم. قضیه زمین رفتنتون چی بود؟ یه فیلم هم ازت اومد. آره. اون توضیح میده داستان چی بود؟ اومدم برم یونان چون اینجا سر همون پاسپورتی که ایرانی ها رفتن گفتن همسایه ها با پاسپورت 2 خونه گرفته، عرض به خدمتت که پلیس ترکیه من ممنوع خروج کرد.
منم می‌خواستم از ترکیه خارج شم برم واسه چیزام پیجم بیام پیجت که کامل بسته آره شده. بسته شده. می‌خواستم برم کشور اروپایی که دفتر اینستاگرام دارم مدرکم که اینجا هیچی نشدم نه پاس چی. یه 8000 یورو خوابوندم. حالا من میتونم آخر مصاحبه بگید از دوستان که تو همین یه سال زحمت منو کشیدم از خونه بودم تشکر کنم دیگه. درسته؟ قطعا. هیچی دیگه آقا پاسپورتم نشد. من قاچاقی میرفتیم یه 8000 یورو خوابوندیم. نگار گفت نمیتونم ببرمت هوایش. بیا زمینی از یونانم میفرستیم تا آمستردام. رفتیم زمینی سوار زمینی رفتیم یه دریاچه‌ای رو بعد سوار قایق بشیم. میرفتیم سوار قایق بشیم رفتیم تا پام رسید. قایق بشه اول نفر من بودم. 10 قدم رفتم از پشت درخت پلیس زد منو قشنگ. زدم. حالا میگم بهت بکنم یه دو روزی بگی یعنی 2 روزی ولمون نکن. حالا یه جا تونستم گوشیمو خوب دارم بهت زنگ میزنم. توی یونان گرفتن. بعد همونجا زنگشت ساحلی ترکیه هم قایقه ما قول دادن اونا هم رو گرفتن. ممنون تشکر میکنم پلیس ترکیه. کلا با پلیس حال میکنه دیگه. فتا باشه، ترکیه باشه، یونان باشه. حال میکنه دیگه. خاطرات خوبی داری باشون. بله سر 4 تا عکس. این عکس‌ها چه کرده؟ سر 4 تا عکسی که 100 برابر هر جوونی بیشتر من داره. جنسیتش نه چه دخترش چه پسر. فکر کنم علتش چی بود اینو تو گفت؟ علتش خواست خدا بود چون من یه تایمی به خودم گفتم پسر ایران تونستم مردم توی یه سال خوب دفاع کنم. حاشیه هم کم نداشتی دیگه. از این سوالا چرا نمی‌پرسی؟ دوران سیاست هم سیاست. جلوتر میرسیم به بحث ویدیوها که من یه ویدیو دارم که اگه بخوام پخشش کنم 1 دقیقه شو نه بیشترشو فقط بعد بوق بذارم. یعنی یه جوری فوش میدادی. البته خب توی مدتی خیلی زیاد ویدیو چی بوده؟ نمیدونم چی بود ولی دارمش نمیتونم پخشش بکنم. تو ویدیو چی گفت؟ فوش زیاد دادن؟ رکورد فوش رو جابجا کردی در دقیقه. خب وقتی که آخرین سنگر سکوت است هست من وقتی ببین من آدمی بودم که ویدیوهای 2 سال پیشم قبل 2 سال پیشم مادر مقدس همه مادر مقدس من به کیا فوش میدادم؟ به کسایی که پول مردم رو داشتن می‌خوردن. فکر نمی‌کنی که موقعی که مقداری سیاسی شدی یه قسمتی از طرفدارات رو از دست دادی؟ من دیگه واسه طرفدار مهم نبود. بحث ایران بود، بحث خزر بود، بحث دخالت، بحث بچهای سیستان و بلوچستان بود، بحث بچهای بی آینده و دکتر مهندسا و که الان مسافر، بحث ایران و بچهای ایران بود. اصلا برام هیچ چی مهم نبود. بحث ایران هم هست. ولی دیدی چی شد؟ فقط پیج من رفت. مردم بلند شن متحد شن از تو خودشون ایرانو میسازن. من این حرفام بود. مگه تو نماینده مردم در مجلسی که اتفاقا من تنها سلبریتی به نظر مردم بودم که از پول و اشغالم و همه چی بود گذاشتم جونم و پیجم و همه چی رو فدای مردم کردم چون خدای من تریبون داده بود که از شاید بعد عکس‌ها پخش بشه تو یه جایی مردم دفاع کنم. حرفایی که من می‌زدم یعنی که جرأت داشت پستشو واکنه. میگی دفاع که همین تاثیر نداشت. به درک. دفاعی که به درک اسفل السافلین من وظیفه‌اش انسانی من انجام دادم. به من چه؟ من زیر پیش وجدان خودم راحتم. به من چه مردم دوست دارن اینجوری زندگی کنن آقای فردی. از اون مردم هیچ پاپاسی تو جیب من نمیاد جز بدبختیشون که هیچی هم نمیخواستم. من به خاطر دلم زندگی. خدای من داد 2 تا داداش که تو همین یه سال حالا آخر سال تو این یه سال 2 تا بچه‌ها 2 تا بودم که به قرآن بهتر از اون موقعی که پیج داشتم زندگی کردم موقعی که پیج نداشتم. این همه میگی که برای مردم هم کار کردم. برای مردم هم ندید من دلی کردم. بذار فعل برسه جمله. من این کاش بشه تو مسابقه من یه سیگار بکشم. نه نگرد دارم پاوزه میدی. این که میگی که اینقدر برای مردم هم کار کردم آقا دلی واسه کردی وقتی پیجتو زدم چقدر از اون مردم کمک کردن هیچی خود از خودت هم کمک خواستم واسم خودش سنگی تمام گوشت کمک کردی این هم ازت تشکر بسیار عالی. یه پاوزه بدیم شما دیگه هم نگرد داریم
میخوای صحبت کنی؟ من اولا که بذار پازه بدیم، بیا اینا بخور. جایزمه کیا؟ بچه های پشت صحنه یه لیمون رو من بدید، این خیلی بعدش تکیلاه. 3 2 1 زمان. خب بخش دوم مسابقه رو آقای قاریقی ها بگیم، قاریقی خزایی کدومش؟ من وحید قاریقی، بچه خانی‌آباد تا 20 سالگی، 20 سال به بعد سعادت آباد فامیلی، مادرم خزایی هم. مردم وحید خزایی میشناسم ولی تو جایی بخوام مصاحبه کنم درست حسابی فامیلیمو میگن، دیگه همه چی میگم. و اینا پسرم آقا لو خزایی. بسیار داشتیم نگاه میکردیم که دوم خیلی تو حرفون زیاد عادت داری کلا. پیش‌فعال حرفی فیزیکی، من اینا یه جا داشتم میخوردم زمین نمیتونم حرفی میگم، من چیزی میزنم الان واقعا هم خیلی وقت چیزی نمیزنم. پیش‌فعالم. الان چیزی میزنی؟ الان دیگه نه خیلی وقت. قبلا چی میزدی؟ کوکائین. ساقی کی بود؟ خیلی ها. کارد استانبول خاطره دارم. تو ساقیگره من این هایدم براش خدا بیامرز، همشو خریدم. آرزو چیه؟ تک بچه های ایران هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن، پیش خانواده هاشون باشن، شاد باشن، زنده باشن، سر حال باشن. جواب کلیشه‌ای نده، آرزو شخصی خودت چیه؟ همه میگن هر کی بیاره اینجا همینو بگه، میگه سلام. خب شاید همه راست میگن. تو فکر می‌کنی به خاک آقام همینه. همه میدونن اونایی که منو میشناسن، از اون بیشتر نمیخوام منو بشناسن. به نظر خودت آرزو دیگه ندارم، همه چیز بهترین یه زن لو بیاد و نوامو ببینم. خودت چی دوست نداری زن بگیری؟ فعلا شرایط نه مالی، شرایط اینو ندارم که امانت بخوام گردن بگیرم از یه خانواده بی‌حاشیه خانم‌ها فعلا شرایطش ندارم، همچنان تو حاشیه هم اینا مسئولیت گردن. من فعلا با مسئولیت‌های خودم سرگرمم، سعی میکنم فعلا تو مسئولیت نرم، ولی به زودی زود ان شاءالله خدا بخواد، چون میخوام 45 سالم باشه، بچه‌م 5 سالش بشه، حداقل 6 سالش بشه. یه 60 سال که بیشتر دیگه عمر نمیکنه مفید. 60 سالگی بمیریم حداقل چیزی واسه بچه‌مون بذاریم و تو 20 سالگی بچه‌مون رو تو جامعه ول کنیم. تا 20 سالگی میشه بچه‌م. چند دوست دختر الان داشتی؟ 7-8 برابر موهای سرت. جوجه کشی بودش. 7-8 برابر موهای سرت. شما زیاد دوست داشت. دوستم داشت. چشت کسی که نمیتونه ببینه درات. دزدی بوده مگه؟ کلاهبرداریه؟ دزدیه؟ نه سوالی بود که خیلی آموزان داشتن. الان کجا؟ الان در حال حاضر اینجا کسی نیست. همشون هم هستن تا اون تعدادی که من دوست دارم شاید باور نشه. بی نهایت دوست دختر دارم. فقط هم به خاطر خودم میخوام. فقط 0.01% این دوستای دختر من تو داشتی 10 از هر 50 تا 15 تاشون رو حامله میکردی. چون به خدا حامله میکردی، ولی من با خیلیش اصلا رابطه ندارم، دوستم. امثال مغز مریض منو چرا نشون میدی؟ چون تو سوال من کردی. من به عنوان یه آدم خب مغز مریض سوالات مردم رو مغز مریض مردم ببخشید. اینجا جنسیت و بابا انسانیم. من پسرم، ایشون دختره، حالا خاطر نشون بدم. دوست که میتونیم باشیم. من چشم و دلم سیر و دوستای دختریم که من دارم همشون اوکی ترین دوستای زندگی من.
حالا من منظورم از خیلی هاشون متحدن با همسایه‌شون دوست دارن با خیلی، چون منو میدونن دوست دختر خیلی دارم، در این حد که گینس رو باید زنگ بزنیم بیاد الان تو چطور بنویسه توش. بعد چجوری رو سیو میکنی تو گوشی؟ تشخیص میدی مثلا میزنی مثلا فلان کس شماره 12 13 به اندازه، نه چجوری سیو میکنی اینا تو گوشی؟ مثلا روش سیو کردن چجوری؟ روش سیو کردنش اینه که اسم واقعیشون و همشون هم توی نیست که هر روز به من زنگ بزنن، هر دقیقه با هم زنگ بزنی، ولی مثلا شما رو بزنی شیرین مثلا قفار، مثلا شیرین فلانی 5 تا میاد، شیرین فلانی شد ولی شیرین خواهی بزنی 5000 تا میاد. گوشی رو میشه بیاری یک همین شیرین رو سرچ کنی؟ بله گوشی رو بیاری تصویر ببینید بنده خدا شیرین. خب من چون دوربینامون ثابته این قسمتش رو با موبایلم فیلم می‌کنم. آفرین. البته گوشی من دزدیدن این، ولی تو تلگرام هست خدمتتون عرض می‌کنم. خب بریم که چقدر من صادقم به اول فصل. خب بریم بزنیم. مثلا آخه این خیلی کمه، گوشیمو دزدیدن، خب این کل کانتک های خطم نیوه، کل کانتک هم اینقدره، آها ببین اینقدره. بذار یه نگاه بکنم بریم چند تاش خواهم. آخه نه همش یه جور خاصی سیف کردی الان اسکرول می‌کنم. اصلا علی پیش علی تاکسی، آتوسا، آیلار، دکتر مصطفی، ابی، الی، علمی. خب قلب و کعبه رو بگی؟ آره قلب و کعبه خیلیشون دارن. آها قلب و کعبه یعنی قلب خب محبت، همین کعبه که میذارم، ولی کعبه‌ای که من میذارم یعنی این که چون خدا هیچ استیکری تو نه تو آیفون، نه تو هیچ گوشی، نه تو هیچ اپلیکیشن، نه تو هیچ جا نداره، خدایی که همه چیز من پای همه حرفا میاد خدا میذارم، مثلا خودت میدونی چی میگم، به عنوان استیکر خدا ازش استفاده میکنم. دوست خوبم با خدای قلب گلیه. یه سوالی که خیلی هست اعصاب خورد شد من واقعا، چون واقعا بلش بفهم نه راحت نه بگو ناراحت تر میشه، بگو خیلی ناراحت میشه. بگو دوستای من ناراحت شد. همیشه شادی ها رو نشون میدی یه بارم نه اوکیه، من قلب به خودم نمیخوام رو بدم، من این مزوخیزمی دارم تو غربت تک و تنها بیافتی اینجا تو غم باشی، ولی یه سری دلم پره ولی هیچ وقت نمیگم. نمیشه که خالیش کن. رفیق دارم، حالا آخر صحبت همه داستانم و رفیقام، یه رفیق خوب برای خانواده داداش همه چی بهتر. یه درد دل بخوای بکنی چی میگی؟ الهی که به همه جوانای آینده ایران به آینده برسن و خوشبخش. درد دلم اینه. حالا تو فکر کن من دارم چرت و پرت میگم، چون مثلا افکار تو ایکس ایگرگ که برای مهم نبود هیچ وقت به وحید خزایی بودنم ادامه نمیدم. البته یه چیزی من بگم، این سوالاتی که الان من سعی می‌کنم به صورت چالش وار تو خبرنگاری، تو مجری، تو باید میدونی قبل از مسابقه با خودت با همین خیلی دوست خیلی خوبمه. کجا دوربین کجاست؟ و خب خبرنگار الان من وحید خزایی همین خبرنگار بعد سوال کنی و جپی ندارم، ولی خب به عنوان خبرنگار که چرا رفتی پیش وحید خزایی، من به عنوان کسی همونایی که میگن چرا رفتی پیش وحید خزایی به مرگ آره. مامان من نزدیک ببینن دستم ماش نمیام میکنم، ولی 100 تا عکس با هم میگیرم. به حال آره دیگه من به عنوان جوابی که میتونم نخواستین افراد بدم کنسرت امیر تتلو رو دیدی؟ بله. حالا اگر هم خیلی دوستان نیاد قبل از کنسرت امیر تتلو خودم اینجا برنامه گذاشته بودم 2 سال پیش، یادته؟ خب اونا بگو دیگه، آقا همش دیدن دیگه. تو تقسیم بریم ببین چجوری. من هر جا میرم ایرانی‌ها دوستم دارم و این عزت پیش خدا. چون یه عده واکنشی که نشون داده بودم ما یه عده اصلا نمیدونم پیش وحید خزایی نمیدونم این مافیای فلان چیز من به عنوان مافیا چی هم؟ من اسمم خفیه، همه چی میندازم بغل من. حالا یه نکته من توضیح من مافیای همه چی هم. من خبرنگار میتونم با همه افراد بشینم و صحبت بکنم. عالی تو عالی. و شاید یه آدمی که مثلا نوع رسانه منو داشته باشه بهش بگم که آقا تو نمیدونم چرا همچین سوژه‌ای رو بررسی می‌کنی. آقا وایسا من یه سوال از شما بپرسم، این افراد تو مثلا که داری اسم میبری
نه از لحاظ خانوادگی، به والله نه از لحاظ مادیاتی، نه از لحاظ شخصیتی، نه از لحاظ شناسی. 1/10 اون پسر من لوخزایی هم نمیشناستشون، مادیات هم ندارن. این افراد کیان؟ این افراد پاریس پرستویی هن؟ یه بهت نشون بدم این افراد کیان که ما با همشون در ارتباطیم، سلبریتی مردمی کشور. این افراد بچه ها پاریس پرستویی هم سال اینا منو دوست دارن. 4 تا ادامه من از زندان نجات دادم، اومد یه دایرکتر گفت خسته نباشی پسر. نرگس اشتری تو موقع تازه نیومده بود این اینستاگرام، اصلا نبودی تو، نمیدونم کدوم کشور، اصلا نبودی واقعا. نرگس اشتری تو نبود. امضا میخواست یا سامی بیگی 11,000 تا کرده بود، میخواستن تو هند اعدامش کنن، باید 50,000 تا امضای مجازی جمع میشد تا اعدام نشه. کجا بودی؟ سر همینا پرویز پرستویی من دایرکت من. الان نرگس اشتری هم تو کلباسی تو چیز کرمانشاه داره خونه میسازه. احسان علی خانی هم بردش ماه حسن، ولی سامی بیگی 11,000 تا جمع کرد. من زور فهمیدم، از زور 50 تا پست گذاشتم تا شب کردم 68,000 تا امضا. کنسولگری ایران رفت هند. میدونی واسه چی؟ یه بچه رو توی این کمپا برده بود خدمت میگه، بچه از دریاچه اومده بود غرق شده بود، من کردم. کو اسم من واسه رضای خدا کردم. حالا میتونم از خودم دفاع کنم اینجا بگم، ولی مفریاشو کسایی دیگه کردن. چرا اینا نمیگی؟ 4 تا زندانی من دیگه جمع کردم براشون، با همشون هم دوستم. اینا رو چرا نمیگی؟ هر جا مشکل مملکت بوده من اولین نفر گذاشتم. چرا اینا رو نمیگی؟ مردونه بگو، مردونه بگو. واسه همینه وحید خزایی همچنان برنده، با قلب زنده است. اونایی هم که نمیتونن چیزی خوشبختش رو ببینن، مافیای فلان، بابا بتمرگ بمیر. حالا زیاد بمیر. آدم خوب نیست که راجع به منتقدینش بخواد صحبت نه بابا اصلا ولش کن. اصلا هستش که ما به دموکراسی باید احترام دموکراسی معنیش یعنی چی؟ من سواد ندارم. در اینکه بتونی هر شخصی با هر افکاری حرفش رو قبول بکنی یا حرفش رو بشنوی، انتقاد پذیر خودمون، انتقاد پذیر باشی. آخه من دیگه پیر شدم، حوصله انتقاد ندارم. بعد 4 سال زندگی گذاشتم واسه مردم جونم. من به خدا واسه 400 میلیون سجازی گذاشتم تو همین میبردم پسرم بیرون دستشویی کنه. اون موقع سیاسی بودم، تندروهایی داشتم که از اون کسایی که من بهشون تندروهاشون اومده بودن اینجا، پولدارم بودن، همه به مرگ مادرم جونم کف دستم اینجوری. اصلا به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم من پشت بزننم، فقط حواسم بچه‌م نرسید ماشین. یعنی دست خدا اینجاست می‌زنم کچله. من با خدا، فقط به خدا تو جواب پس بده، فقط به خدا. من به غیر از خدا هیچ چی نمی‌شناسم. ولی خب به نظر خود و همیشه زندگی به مو رسیده، پاره نشد. همه دیدن. ارزشش رو داره. عالیه. بخشی از زندگی همینه. بخشش سختیه، بخشش مبارزه است، بخشش بدنامیه، بخشش بدنامی و بی‌فقریه، بخشش اینقدر بدنامی، اینقدر مالی نداری، اینقدر خونه و هیچی نداری. خدای شکر. یارو دست نداره میگه خدای شکر داره زندگی میکنه. یارو میگه آقا ما هیچی نداریم. بخش اینا همش پازله که اسمش زندگی. ولی تو تک تک محل شاکر خدا باشه، خدا خودش تو یه ثانیه تو یه دقیقه زندگی تو اینجوری میاره بالا. به نظرت خودت بین جامعه ایرانی معروفی یا محبوبی؟ من الان واسه خودم و عشقای خودم که بزرگترینیم تو این اینستاگرام ادعا میشه، همه میدونن. تو این 1 سالی هم که من نبودم تازه فهمیدن، چون خالی بوده. بزرگترین خانواده طرفدار من و عشقای من مردم ایران که خیلی هم هر رشته. تازه من الان جبران خسارت من فوش ندم، به خاطر فوشایی میدادم که بچه سنم تو کوچیک، به خاطر آخرین سنگر سکوت مبارزه میکردم واسه مردمم، به خاطر دلم بی منت خاک پای مردمم. دوربین من اینجوری میکنم ببخشید. بعدم فوشم ندم، میخوام دوباره یه جورایی دیگه جبران خسارت کنم. مثلا مواد میکشیدم، مثلا الان این سری میخوام یه سری کارهای دیگه بکنم واسه خدا، فقط چون به خدا بده کارم. جواب سوالم نگرفتم. چون نفهمیدم مثلا سوال چیه. محبوبم. مگه فیلم هم ندیدی تو کنسرت امیر تتلو؟ تو چی میگی؟ دیوونه هم اون همه مردم عقل ندارن. اونایی که انسانایی هستن که جلو آینه با خودشون دعوا دارن، قضاوت کردن، هیچ کارن،
آرزوی زندگی ما رو دارن میان میگن این دیوونه است، 100 تا دیوونه هم دورش جمع شده. خب تو کی آقای عاقل؟ بفرما. یه انسان میگه این دیوونه است، 100 تا هم دیوونه هم دورشن. آقا خدا وکیلی شما جواب سوال من بده. این انسان دیوونه است یا اونایی؟ این انسانی که میاد همچین چیزی میگه دیوونه است ما که با هیچ کاری نداریم، با عشق داریم، با هم حال میدیم، حال میکنیم. هر کسی میتونه که یکی رو دوست داشته باشه. آقا مگه نمیتونه؟ به کسی چه ربطی داره؟ فضولن؟ اصلا به نظر خود من محبوب ترینم تو مجازی. حالا تو میگی شاید بقیه من باز خودم و عشقم انقدر هست، بقیه رو من نمیشناسم. خب مرسی که با ما همراه بودید. قسمت اول مصاحبه وحید خزایی بود. کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید. در روزهای آینده قسمت‌های بعدی مصاحبه من با وحید خزایی رو برای شما پخش خواهیم کرد. نکات جالبتر، باحالتر و جنجالی‌تر هم در قسمت‌های بعدی هست که بهتون نشون خواهیم داد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. قسمت بعدی رو هم در روزهای آینده برای شما منتشر خواهیم کرد. اگر هم دوست داشتید برامون کامنت بذارید، لایک کنید. اگر دوست نداشتید دیسلایک بکنید، فوش بهمون بدید دیگه چیکار کنیم. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از شما.